السلام علیکم دوستان، بینندگان، همزبانان و همتباران. امروز بعد از تنفس طولانی اینجا هستم. میخواستم برای شما یک ویدیوی کوتاه بگیرم و درباره فرهنگ بگویم. خوب یک چیزا رو شما رو آگاه بسازم یا چیزایی که باید ما خودمون میگفتیم ادبی تر بگویم. خوب این البته که به تاجیکی، تاجیکی وقتی میگم فارسی زبانان میفهمن. هر کسی که فارسی زبان هست یکی دیگرش را حتما میفهمند. فرهنگ همه چیزی است که انسان آفریده است و در عین زمان خود انسان را می آفرد. خودی پدیده انسانیت را به وجود می آورد. ادبیات، صنعت، فلسفه به این معنا به‌بسترین جزءهای فرهنگ می باشد. زیرا آنها را انسانیت برای خودشناسی و دیگران گونسازی بشریت آفریده است. باز یک ویدیو میگیریم که به این خاطر من خیلی زبانها را میدانم و به اون زبانها صحبت میکنم. یعنی میخواستم به اون زبانهایم کمی درباره فرهنگ، همین چیزی که در بالا نوشته بود رو از روی همین نوشته بخونم، به این خاطر که اشتباه نشود، چون در این زبانهای مادری من نیست. بیایید در زبان ترکی هم یک چیزا بگویم. خب، kültür insan tarafından yaratılan ve aynı zamanda insanın kendisi yaratan insanlık olgusunu yani üreten her şeydir. Edebiyat, sanat, felsefe bu anlamda kültürün en tartışılmaz bileşenleridir. Çünkü bunlar insanlığın kendini tanışması ve dolaşımı için insanlık tarafından yaratılmıştır. خب این دیگه ترکی بود، به این خاطر که ما هم سایه های ترک داریم در کشورهای خودم هم خیلی زیادن. با یکی دیگر احترام داریم، اونم که خوشحال شود اینا بفهمن شاید به زبان مادریش هست. خب بیایید به این خاطر که من در آلمان زندگی میکنم، یعنی دایچلند، جرمنی، بیایید به زبانی آلمانی هم بخوانیم. آلمانی هم دیده خوشحال شون. Kultur ist alles, was von Menschen geschaffen wird und gleichzeitig den Menschen selbst erschafft. Das eigentliche Phänomen der Menschheit hervorbringt. Literatur, Kunst, Philosophie sind in diesem Sinne die unbestreitbarsten Bestandteile der Kultur, da sie von der Menschheit zur Selbsterkenntnis und Transformation des Menschheit geschaffen werden. خوب دوستان عزیز، همونایی که از کشورهای خوب افغانستان، ایران هستن که خیلی با اونا جالب است که ما با چطور خط نوشته میکنیم. ببینید ما سیریلیک خونده میتونیم، با این خط نوشته میکنیم و لاتین اینجا که میبینید لاتین است و همینطور خطا نوشته میکنیم و برای ما این خیلی آسان است. بیایید در زبان روسی هم یک کتاب بخونیم که کسی باشد با اون جالب شاید روستبار باشد ببیند خوشحال می شود. یعنی ببینید که ما مردم در کدوم منطقه ها هم زندگانی بکنیم حتما اون زبان ها رو یاد میگیریم، به این خاطر توانایی جدا داریم. بله، این هم یک چی بگویم که یک طبیعت آریایی است شاید بگویم، چون مردم های آریایی تبار که هستن هوشیارتر می باشن، هر چیز رو زود یاد میگیرن. ما هم که در بخارای شریف بزرگ شدیم، مکتب های ما روسی بود، ممکن بود باز یک کدوم دیگر زمان بود کلن یاد داریم. و می خاطر بیایید با احترام به این زبان هم به روسی هم بخونیم که درباره فرهنگ اینا چی میگوین. Культура это все, что Культура это все то, что создается человеком и при этом само создает человека, производит сам феномен человечности. Литература, искусство, философия есть в этом смысле наиболее бесспорные компоненты. Бесспорные компоненты культуры, поскольку они создаются человечеством для самосознания и преобразования человечества. با خدا در این آلمان روسی گپ نمیزنم، از یاد برآمده کمی. خوب این با روسی بود دوستان عزیز، با این روسی یک ویدیو هم همین بود. خوب ببینیم باز یک روز حتما برای شما ویدیوهای نو میمونم با کسانی که درباره بخارای شریف با اونا جالب است،
تاریخی جایها هست که اینجا بناهای تاریخی و درباره کلا تاریخ بخارای شریف جالب است که به من نوشته میکنن. حتما ویدیو آماده میکنم. تا چی میگم بار دیگر. خب خدا نگهدار شما.